برای خیلی‌ها استخوان فقط چیزی است که بعد از خوردن نان دور انداخته میشن، اما برای چینی‌ها داخل استخوان یک گنج پنهان وجود دارد. اگر استخوان گاو را بشکنین، درون او ماده‌ای نرم و کریمی به نام مغز استخوان را می‌بینیم. ظاهرش مثل مسک است و وقتی که داخل دهن بگذاریم آب میشه. مردم فقط به خاطر ظاهر خاصش او را دوست ندارند، بلکه به خاطر طعم بسیار غنی و لذیذی که کمتر غذایی میتونه با او رقابت کند. وقتی مغز استخوان را ساعت‌ها داخل سوپ می‌جوشانند، آرام آرام ذوب میشن و با آب سوپ مخلوط می‌گردند. در نتیجه سوپ غلیظتر، نرمتر، خوش عطرتر و بسیار خوش‌طعم‌تر میشه. اما مغز استخوان کبابی لذت دیگه‌ای دارد. آشپزها استخوان را از وسط جدا می‌کنند، روی او ادویه می‌ریزند و داخل داش یا روی آتش کبابش می‌کنند تا بیرون استخوان طلایی و خوش عطر شود، اما مغز داخل او همچنان نرم، لطیف و کریمی باقی باشد. در گذشته مردم باور داشتند که خوردن مغز استخوان انرژی بدن را بالا می‌برد و در روزهای سرد زمستان بدن را گرم نگاه می‌دارد. امروزه این غذا در بسیاری از رستوران‌های مشهور دنیا سرو می‌شود و طرفداران زیادی پیدا دارد. برای بسیاری از مردم چین مغز استخوان فقط یک غذا نیست، بلکه نمادی از این است که هیچ بخشی از مواد غذایی نباید هدر برد و گاهی با ارزش‌ترین طعم‌ها درست در جایی پنهان شده که بیشتر مردم به او توجهی نمی‌کنند. حالا اگر این غذا را برات بیارن، جرأت می‌کنی مغز استخوان را امتحان کنی؟